سلام علیکم. و علیکم السلام و رحمت الله. جناب شیخ خوبی سلامتی؟ سلامت باشین برادر. الحمدلله. شما چطورین؟ خوبین؟ الحمدلله شو سلامت با جناب شیخ. جناب شیخ شما فرمودید که ما تو ایران هستیم، فارسی ایرانی صحبت میکنیم. حالا اینجوری که ما میدونم ایرانی هم بلد هستی. بله، زبان فارسی رو تعلیم گرفتیم در خود ایران. بله. ماشاءالله. جناب شیخ بعد در ما قول تو ایران خدا. هستیم، حالا اینجا چه کتابی رو مثلا مطالعه بکنیم خوبه؟ حالا که مثلا کتاب اینجا مثلا چاپ میشه، کتابایی هستش که به قولن حالا زیر نظر نظام میگذارینه. حالا ما چه کتابی رو به نظر شما اینجا مطالعه بکنیم؟ حالا حضوری که شما داشتید تو ایران بودید، کدوم کتابا خوبه؟ البته بله، کتاب هایی که در ایران کتاب های عقیدوی که نمیگذارند که باشد، کتاب های بزرگش که از تفسیر طبری وجود دارد. در منطقه های اهل سنت تفسیر طبری وجود دارد. این تفسیر را وقتی که شما به دقت و به اندیشه مطالعه کردید، خصوصا آیات هایی که در باب قصه های موحدین است، قصه های انبیا هست، چگونه دعوت کردنشون به اصل دین، به لا اله الا الله هست، و او احکامی که آیات هایی که در مکه نازل شده بود و پیامبر صلی الله علیه و سلم رو در اصل دین امر میکرد و برای مشرکین بود، اونها را خوب از این تفسیر مطالعه بکنید. و این تفسیر البته تمام منهج رو، تمام نازکه ها رو در خودش جمع کرده است. بارک الله فیک. جزاک الله الخیر جناب شیخ. حالا میکنید ان حیاک شاء الله دعا برام میکنید. زنده باشی. خدا الله حافظتون. امین امین و جزاک الله خیر. امین. این کفری و شرکی ایران هستند، حفظشون بکند و عقیده صحیح را در این سرزمینی که مدتی هزار زیاد یا کمتر علمای اهل سنت بودند و بزرگترین علما و محدثین و فقها و بیان کنندگان منهج اهل سنت و الجماعت بودند، الله سبحانه و تعالی از دست این کفار و مشرکین و خونخوارها نجات بدهد. سبحان الله، دل ما به این ایران میسوزد. باور بکن، شخصا من این سرزمین رو وقتی که کتب سلف رو میخونم، وقتی که ما ابن جریر تبری میگیم، ابن منده میگیم، بغوی میگیم، وقتی که ما میگیم قرطبی میگیم، یا که بگیم وقتی که ما ابو حاتم الرازی میگیم، ابو زرعت الرازی میگیم، سبحان الله، ابن ابي حاتم میگیم، البخاری و مسلم، ترمذی، نسائی، ابن ماجه، ابن حبان بستی، چقدر علمای بزرگ دیگر، عبدالله ابن مبارک، محمد ابن سیرین. یادمون به همین منطقه می رود، سرزمینی این ایران، خراسان و ماوراء النهر. ایران امروزه، خراسان، البته خراسان جزئی از این ایران، جزئی زیادی از این ایران رو هم به خود داشت، و ماوراء النهر که تاجیکستان یک قسم زیاد از تاجیکستان. این منطقه همه منطقه اهل سنت بود. این منطقه بردارنده رایه توحید بود. وقتی که به مصر علمای سرزمین خراسان می رفتند، اهل مصر همه علما و همه اهل سنت به نزد این خراسانی ها می تافتند که شما از خراسان از نزد علمای بزرگ منهج اهل سنت آمده، زیرا که در مصر منهج کلامی ها در همون اول هم آیسته آیسته بعضی از عقیده های مخالفی به وجود آمده بود. عادتا در مصر عقیده های جوش زدن کم، بعضی از جهمی ها و بعضی از معتزله ها و غیره بود که اهل سنت بودند، اما چگونه ای که اهل حدیث و اهل سنت و اهل اعتقاد در این منطقه فارس بودند، این چنین سبحان الله منطقه در گرد و اطراف کم بود. لیکن ببینید که به کدام حالت این مردمی که بزرگ بودند، این مردمی که زنده کننده قرآن و سنت بودند، به چه حالت آورده رسانیدند. سبحان الله، ایرانی که هم اهل سنت بود به چه حالت آورده رسانید. این از این میفهمید که سبحان الله به سیاست و به شمشیر مردم رو دیگر میکنه.
ماوراء النهر رو لنین و ستالین، این شوروی های بلشویک کفار و ملحدین آمدن کمونیست اتئیست کردن، ملحد کردن، مسلمان ها رو ملحد کردن. بخارایی که سرزمین امام بخاری و محدثین تمام امت اسلام بودند. الله المستعان. امروز این خراسانی که در منطقه افغانستان، قسمش در افغانستان است، قسمش در گفتیم ازبکستان و تاجیکستان است، نگاه بکنید که چه حالت است. الله المستعان. خیلی خیلی خطرناک. و حیاک الله و بیاک. فی امان الله. خدا نگهدار. فی امان الله. آمین.